جوانان دانشمند آینده ملتند. ما از جوانان موفق صحبت میکنیم که هم در داخل و بیرون از آن کامگار شدند، موفق شدند و مهمون نوبتی ما هستند امید جان امانی. درود بینندگان عزیز. پیش از اونی که صحبت رو آغاز میکنیم درباره خود معلومات میدادید. امید جان امانی هستم، محصلین اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و همزمان راهبر محفل ادیبان جوانی کمیته کار با جوانان و ورزش. در برابر شما در دانشگاه ترکیه نیز تحصیل میکنید؟ بله، در اونجا نیز در ساحه سیاست شناسی تحصیل به علم دارم. فاصله است. بله. خب شما ختم کرده کدام دانشگاه هستید و در جریان تعلیم و تدریس یعنی با چی موفقیت نایل گردیدید؟ ختم کرده ساحه روزنامه‌نگاری در فاکولته ژورنالیستیکا در مؤسسه دولتی تعلیمی دانشکده دولتی فرهنگ و صنعتی تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده را توانستم با بهای اعلی و دیپلم سرخ ختم کنم و همزمان توانستم این مؤسسه عالی را طی ختم با عنوان بلند یعنی 6 کرته گرانده استیپندی نام پرزیدنتی مشرف گردیده باشم. خب چنانکه که میدونیم شما همچون یکی از اشتراکچیان آزمون‌های جمهوری با مانند تاجیکستان وطنی عزیزی من و فروغ صبح دانایی کتاب هستید و شما در آنجا با کدام موفقیت نایل گردیدید؟ فروغ صبح دانایی آزمونی است که همه سال ادامه می‌یابد. توانستم با مطالعه دقیق و طبع روانی خود آثار ادیبان را ازبر کنم. از روی ادبیات معاصر تا به دوره فینالی آزمون رسیدم و در 3 دوره آن پیوسته شرکتی فعال بودم، موقع اول را کسب کردم و در نهایت توانستم دیپلم درجه 1 در دوره سوم و مکافات پولی در حجم 20000 سومانی را صاحب گردیده باشم. خب شما گفتم میتونه که جوانی که کتاب میخواند یعنی و در آینده با کدام موفقیت ها نایل میگردد و جوانی که رو به کتاب نمیآورد و از کتاب دوری میجوید در آینده او را چه انتظار است؟ شخصی کتابخوان رو ما مثال یک درخش آفتابی میگیم که به تمام جامعه همون نورپاشی او میرسد و آینده رو او مجلا و مدیر میسازد. اما اونهایی که کتاب نمیخوانند البته آینده تیره اونها رو منتظر است. نوبت از آنه که شخصی کتابخوان میداند که الکی چیکار کند، چون که بهره هایی که از کتاب گرفته است او الکی تجربه 10 ساله 20 ساله آینده رو کسب کرده است و الکی از روی تجربه های اندوخته خود او عمل میکند و پی اعمال میشود که شایسته است و آینده خویش رو مظفر و منیر در مییابد. امید جان با نزدیکی در صفحه اجتماعیتان نوشتید که یعنی شما در یک المپیاد بین‌المللی اشتراک کردید و راهخط به جمهوری مردمی چین گرفتید. این چگونه المپیاد است و بین کیها گذشت؟ مفصل گفته میتوانید؟ البته آزمون‌های امروزها در سطح بین‌الملل خیلی زیادند. در دوره مکتبی نیز من در ساحه ادبیات صاحب جایزه المپیاد جمهوری شده بودم و توانستم در دوران دانشجویی نیز به این مقام مبارک صاحب گردم. المپیاد بین‌المللی در ساحه ادبیات که از 3 بخش عبارت بود: نوشتن انشا با 2 زبان یا تاجیکی و انگلیسی، بخش دوم پاسخ گفتن به 10 سوال تستی و بخش سوم صحبت آزاد با 2 زبان یا انگلیسی یا تاجیکی. و در آن نمایندگان مکتب‌های میانه حدود دانشجویان فعال از مکتب‌های عالی کشور بیش از حدود 200 نفر شرکتی فعال کردند و من توانستم یکی از صاحب جایزه داران این آزمون گردم. در اونجا 3 مقام بود: مقام یکم، دوم، سوم و یک نفر برنده شاه جایزه میگردید که میتواند راحتی رایگان جهت سفر به مملکت افسانوی چین را به دست آورد و من توانستم به این مقام بلندترین شایسته سزاوار گردم و برنده شاه جایزه گردیده توانستم راحتی خطای رو به دست آورده باشم. شما کی به خطای میرید و شما در اونجا چه انتظار است؟ بازی‌های المپی 19 آسیایی در اونجا ما را انتظار است در شهر هنجوی جمهوری مردمی چین جهت تماشا، برداشت، مصاحبه. همزمان این یک سفری سیاحی نیز به حساب می‌رود و هم سفری آموزشی. باعث یک لاگر ما حدودی بیش تا 1 ماه در اونجا میمونیم. سفری ما ماهی تابستان انجام می‌پذیرد. اکادمی اداره‌کنی نیز یک آزمون گذاشت، یعنی آزمونی کتابخوانی بهتری
در اونجا شما نیز برنده جایزه گردیدید؟ بله، شمار این گونه آزمون ها خیلی زیاد است و من فکر میکنم آزمون هایی که محلی و منطقه‌ای میگذارند اونقدر مقام شایسته هم کسب کنم برای من شایسته قدر افتخار نیست. ولی با وجود این شماری زیادی ادبیات ها است که در کدام ساحه در کدام جنبه و کدام سالی نباشد اگر شما دقیق مطالعه کرده باشید حتما پیروز میشوید. و همین گونه با مطالعه های دقیق خود من توانستم حدود 25-30 آزمونی در جنبه خودی کتابخوانی موفقیت رو به دست آورده باشم. شما قریب هر روز صاحب یک جایزه میگردید، یعنی احساسات گرفتن همون جایزه چگونه است و خودتون رو چقدر حس میکنید وقتی که قدردانی میشوید؟ خوشبخت احساس میکنم وقتی که مهنت هایم قدر میشوند، چون آموزش های من با مهنت های پیوسته مرا به همون سعادتی بلند دست میدهد. در خانه ما یک انعنه است، مادرم که در ساحه طب خیلی فعالند، پدرم در ساحه علم و معارف، آنها یک انعنه دارند که من وقتی به خانه اگر دیپلم درجه یکی آزمون رو نبرم آنها افتخارنامه و سپاسنامه ها رو قدر نمیکنند، میگیرند در یک کنج شکاف میمانند. برای همین من میخواهم در نزد آنها باز بلند مرتبه گردم، فرزندی که باز افتخاری بزرگتر را به والدان عطا میکنند. برای همین میخواهم باز مقام های بلند رو گیرم و از این رو میخواهم هر روز نه هر لحظه باشد هر ثانیه باشد جایزه های بلندتر را صاحب گردم. زیرا سخنی همینگوی دائما با من است که میگوید هر روز خود را پی تجدید قرار دهید. شما از پی آموزش زبان خارجی هستید؟ بله، پی زبان های خارجی نیز قرار داریم. آموزش خود محض همون زبان ها فرهنگ تاریخ همون ملت های گوناگون رو با می آموزد و من کوشش کرده شدم امروز صحبت روان داشته باشم با زبان انگلیسی و روسی و اطمینان دارم که این آموزش من بهره های شایسته خواهد داد. شما سالی گذشته در ترکیه بودید و عین حال طریق فاصلوی تحصیل کرده اید. تاثیرات شما از اون دولت چگونه است؟ فکر میکنم هر یک جوانی تاجیک پیش از همه سه اختصاص رو اختصاص حیاتی است به خود کسب کند. زبان خارجی رو داند، راننده خوبی نقلیات باشد و کامپیوتر را بلد باشد و همزمان اقلا یک مرتبه از اروپا دیدن کند. دیدن نمودنی من از اروپا با سفری تحصیلی و آموزشی خیلی رنگین بود. ما به هارون بود سفر کرده بودیم، اونجا چندین ماه ایستادیم آموزش کردیم، چون موسم اولی آموزشی ما در ساحه معلوماتی دومی ساحه سیاست شناسی به حساب می‌رود. در اونجا از شهرهای گوناگون مناطق گوناگون دیدن کردیم. از جمله تحصیل من در شهر استانبول جمهوری ترکیه به حساب می‌رفت و نوابسته از این باز سیاحت‌های لاگری آموزشی داشتیم اونجا به شهرهای انقره، ازمیر، یالو و بورسا. باز از قسم شمالی مملکتی بسیار هم شهرتیار یعنی جمهوری ایران دیدن کردیم. من امروز توانستم با همان آموزش‌های خود به ششمین دولت دنیا راه خط پیدا کنم و حدودی بیش از 42 شهر ناحیه تاجیکستان را سیاحت کردم که این برای من خیلی پسند است، چون که سخنی پابلو پیکاسو است که میگوید از جاده ها خارج شو و از مناطق دیگر دیدن نمو. امید جان، شما روزنامه‌نگار هستید، با کدام نشریه ها و با کدام تلویزیون ها همکاری دارید این حال؟ بله، در ساحه روزنامه‌نگاری نیز معلوماتی خوب داریم و عین زمان با مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه و همزمان فعالیت خوبه برای مانده که پی آموزش هم هستیم در کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. فکر میکنم شما نیز ایجاد میکنید، یعنی شعر مینویسید، بعضا مقصد هم به نثر هم به نظم مشغول هستید. یکم مجموعتون چاپ شده است؟ بله، با افتخار میگم از این منبر بلند که شاگرد شاعر خلقی تاجیکستان استاد فرزانه هستم، صاحب کتاب هستم و کتابی دومی من با دستگیری یک شرکت بین المللی امروز با 3 زبان پی نشر قرار دارد و امیدوارم که در نزدیکترین فرصت به نشر میرسد، چون که اون رو ما با اون تشکیلات در یک جایگی برای آزمون بین المللی که در ایران برگزار میگردد آماده نمود ایستادیم و همین ایجاد است که انسانی صاحب ذوق و ادبیات دوستا رو پی آبادی میبرد، چون که یک فیلسوف شرق هم میگه که دلبستگی به ادبیات این یگانه دلبستگی است که تنها آباد میکند و ویرانکاری خاصی طبیعتی نفرت است. امید جان، نقشه آیندهتان چگونه است و به جوانان چی توصیه میدهید از اون تجربه‌ای که گرفته در زندگی در حیات؟ بله، زندگی انسان‌های موفق برای دیگران مانند یک تکلیفنامه است، تکلیف به سوی سازش، آموزش، ویرایش و خواهش. سخن تولستوی است که میگوید حیات تلاش برای امروز است. برای همین جوانان سعادتمندی که عین حال ما را تماشا میکنند و پیوسته پی تحصیل و آموزش قرار دارند همیشه روی آورند به کتاب، زیرا کتاب این دانشنامه بزرگ رفتگان ما برای امروز است که ما امروز میخوانیم از گذشتگان و آینده خویش را روشن میسازیم و همین است
танҳо як роҳи хондан моро метавонад ба саодатҳои баланди зиндагӣ мушарраф гардонида бошад. умидҷон, дар охири барнома шумо ки ҳамчун шоири нафталан ҳастед, баҳри тамошобинони мо як 4 мисра бошад, я ҳамчун армуғон мегуфтед? бошад, як ду байти зебоӣ бароятон ироа месозам. ба ҷевони дили ман ту китоби, магар эҷоди ноби офтоби, ба фасли поизи дил ҷони ширин, ту фаррухномаи фасли шабоби. хуб, умидҷон ба шумо комгорӣ мехоҳем. воқеъ саломат бошед. ташаккури зиёд.